پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در خود تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای اپوزیسیون تاجیک که در اروپا عمل میکند روز 20 ژانویه سال 2024 در یک بیانیه از قطعنامه پارلمان اروپا درباره تاجیکستان استقبال و برای چنین موقع‌گیری اصولی به این نهاد اظهار سپاس کرده است. پیمان ملی از جانب اتحاد اروپا در اولویت قرار دادن ارزش‌های بنیادی مثل حقوق انسان، آزادی بیان، فعالیت آزاد و مستقل واسطه‌های اخبار عامه، فعالیت سازمان‌های مدنی و ادوکاتور را جای تأسیس نامید و با دستگیری کامل از طلب اتحاد اروپا به رهایی وکیلان دفاع بزرگمیر یاروف و منوچهر خالق‌نظرов، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی زفقبک سیدامینی، عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خان محمدشاه و خوشروز جمعه و خورشید فاضلov گفت جامعه بین المللی دیگر محبوسان سیاسی تاجیک از جمله 10 نمایندگان حزب و حرکت‌های گوناگون سیاسی با شمول 13 تن از رهبران حزب نهضت اسلامی، رئیس سابق حزب دموکراتی محمد روزی اسکندرov، صاحبکار شناخته تاجیک زی سعیدov هم نباید از یاد ببرند. در قطعنامه پارلمان اروپا که روز 8 ژانویه قبول شد، حکومت تاجیکستان برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولتی و وکیلان و مدافع به باد شدید انتقاد کشیده شده، بس کردن تعقیبات، رعایت حقوق آزادی‌های انسان و آزاد کردن فعالان و وکیلان و ژورنالیستان زندانی شده، همچنین شرط به برنامه‌های پرامتیاز اتحاد اروپا از جمله به برنامه نظام عمومی امتیازهای اتحاد اروپا پذیرفتن تاجیکستان مطرح گردید. تاجیکستان در پایان ماه نوامبر سال 2023 برای پیوستن به این سازمان درخواست داده بود. این برنامه به تاجیکستان امکان میدهد که مال و محصولاتش را بدون باج به اروپا بفروشد. تاجیکستان به اروپا اساساً پخته و آلومینی صادر میکند و تنها از حساب باج و خراج همین دو محصولات در صورت پیوستن به GSP+ میتواند هر سال تقریبا تا 100 میلیون یورو فایده بگیرد. پیمان ملی با تکیه به اینکه پارلمان اروپا نباید 100 تن دیگر محبوسان سیاسی که این شب و روز در زندان‌های تاجیکستان زیر فشار و شکنجه‌های جسمانی و روانی قرار دارند صرف نظر کند. در بیاناتش نوشته است 10 تن از مخالفین سیاسی حکومت تاجیکستان، حزب و حرکت‌های گوناگون و فعالان شهروندی برای فعالیت سیاسی خود به سالهای طولانی در پس پنجره قرار دارند. در قطعنامه قبول پارلمان اتحادیه اروپا اوید به تاجیکستان قضیه محبوسان سیاسی از حزب و حرکت‌ها جای داشته و اشاره تکراری کمک معنوی بزرگ به آنها میشد. باید ذکر گردید که گروه کاری سازمان ملل آزادی بیچون و شرای 13 تن از اعضای حزب نهضت اسلامی، اینچنین رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرov، رهبر حزب تاجیکستان نو زی سعیدov را از حکومت تاجیکستان طلب کرده بود، اما متاسفانه جانب تاجیکستان این همه را نادیده گرفت. از این لحاظ پیمان ملی تاجیکستان استفاده مکانیزم تاثیر به حکومت تاجیکستان را ضرور و سر وقتی می شمارد و برنامه مثل GSP+ مثال آن است. حکومت تاجیکستان تا حال به قطعنامه پارلمان اروپا واکنش نکرده است، ولی معلوم نیست که تا کجا از نگرانی این سازمان آگاه است و توصیه‌های پارلمان اروپا را آیا اعتراف و مطرح اجرا میکند یا نه. سازمان‌های حامی دیگر حقوق انسان نیز در گزارش‌های خود پیوسته از حکومت تاجیکستان بس کردن تعقیب ژورنالیستان، تامین آزادی مطبوعات و رعایت حقوق و آزادی‌های انسان را طلب میکند. به باور آنها موج تعقیبات در تاجیکستان به خصوص بعد سال 2015 وسعت بی‌اندازه کسب کرده است، اما دوشنبه پیوسته این ارزیابی‌ها را بی‌اساس خوانده رد می‌کند و پایه‌فشاری می‌کند که حقوق و آزادی‌های مردم از جمله آزادی مطبوعات در تاجیکستان رعایت می‌شود.